قدم دوم شناسایی مخاطب هدفه. مخاطب هدف قلب پیجته، اونی که میدونی اگر محتوای خوبی بسازی میاد پیجتو میبینه، فالوت میکنه و پول میشه تو حسابت. مخاطب هدف اگر دقیق شناسایی شه، هم استوری هاتو میبینه، با پستات تعامل میکنه، پست تو شیر میکنه، میاد ازت خرید میکنه، به فالوور روح تبدیل نمیشه و مخاطب هدفه که پیجتو زنده نگه میداره. تا زمانی که 10 تا ویژگی برای مخاطب هدفت ننوشتی، حق نداری بری قدم بعدی. هر چقدر جزئیاتی که برای مخاطب هدفت مینویسی بیشتر باشه، قطعاً اونو زودتر جذبش میکنی. برای مثال یه پیج کابینت مخاطب هدفش کیان؟ خب مشخصه، خانومان، چند سالشونه، ترجیحاً بالای 30 سال. چه موزیکایی دوست دارن گوش کنن؟ موزیکای شاد و ایرانی. چه پیجایی رو دنبال میکنن؟ چه محتوایی رو دوست دارن ببینن؟ پیجایی که مربوط به خونه باشه، مثل دکوراسیون داخلی، فرش، مبلمان و حتی آشپزی و لباس. تو باید مخاطبی رو جذب کنی که بتونی بهش بفروشی. خیلی رو دیدم که میان محتوای طنز میسازن. درسته بهت فالوور میده، بهت ویو میده، ولی این فالوور و ویو برات پول نمیشن. 2 روز دیگه میای از محصولت ویدیو میذاری، هیچ کدوماشون نمیبینن، رد میکنن، میره، تبدیل میشن به فالوور روح. اون موقع تو میمونی و یه پیج مرده. پس دقت کن، تا مخاطب هدفتو شناسایی نکردی نمیتونی تولید محتوا رو شروع کنی. چرا؟ چون جز فالوور روح هیچی برات نمیاره.